Why did you park here? What is this sign? Oh, two people. Maybe girl. Maybe woman. What does it mean? What do you mean? Yeah, what does that sign mean? خب برنامه رو با این ویدیو شروع کردم که مربوط به رانندگان تراک، مهاجران غیرقانونی که وارد شدند و حالا به چه طریقی از طریق ایالت‌هایی که مثل کالیفرنیا و نیویورک و شیکاگو گواهینامه ماشین سنگین رو گرفتند، قادر به صحبت انگلیسی نیستند، حتی علائم و نشانه ها رو بلد نیستن که چطوری گرفتن. خودش داستان مجزایی داره، ولی خب در ادامه برنامه بیشتر براتون توضیح میدم و تصاویر بیشتری رو بهتون نشون میدم. برنامه امروز بخش‌های متنوعی داره. یکی در مورد آخرین تصمیم دولت ترامپ برای سال آینده است که پناهندگان که وارد آمریکا میشن با محدودیت بسیاری روبرو خواهند شد و در واقع میشه گفت که ورود پناهندگان غیر ممکن میشه. نامه رسمیش، دستور رسمیش و جزئیاتش رو بهتون توضیح میدم. در مورد جی دی ونس صحبت میکنیم، در مورد اینکه همسرش هندوه و سوالاتی که ازش در این مورد پرسیده میشه، در مورد صحبت‌های ترامپ در مورد تغییر رژیم در ایران و توضیحات جی دی ونس در مورد اون، در مورد نانسی پلوسی و درآمد سرشار از استاک مارکت صحبت میکنیم و آزمایشات هسته‌ای و اخراج کارکنان آمازون و به اتمام رسیدن برنامه اسنپ، فود اسنپ یا همون کوپن غذا به خاطر تعطیل دولت و مطالب زیاده. نمیخوام با فهرست کردن زمانتون رو بگیرم. در مورد کلاس هم برای آموزش اپ ترید در بازار بورس آمریکا هم توضیحاتی بهتون میدم که چطور میتونید شرکت کنید، تاریخش رو بهتون میگم و یه افزونه رو بهتون معرفی میکنم که از طریق اون میتونید کارت های مجازی بانکیتون رو تولید کنید و از طریق اون خریدهای آنلاینتون رو انجام بدید یا در سایت هایی که میخواید ثبت نام کنید ولی نمیخواید شماره کارت بدید ولی تا کارت ندید براتون ثبت نام نمیکنن، هستن همچین سایت هایی. یه روشی بهتون یاد میدم که میتونید بدون اینکه اطلاعات خودتون رو به خطر بندازید با کارت های مجازی که خودتون تولید میکنید حتی خرید کنید در آمازون و سایت های دیگه آنلاین. توضیحاتش رو در وقتش کامل بهتون میدم. فود اسنپ یا همون حالا راحت تر بگیم کوپن غذا، یک کارتیه که به افراد کم درآمد در آمریکا داده میشه تا بتونن با اون فقط غذا بخرن و چیز دیگه ای نمیشه باهاش خرید. این فود اسنپ برای خیلی ها تعلق پیدا میکنه. من یه آمار بهتون بگم میتونید بفهمید که چه بخشی از جامعه آمریکا از اینها استفاده میکنن. در حدود 42 میلیون نفر فود اسنپ دریافت میکنن در آمریکا. جمعیت آمریکا حدود 340-350 میلیونه. شما 40 میلیون رو بذارید در کنار این جمعیت 340 میلیون اینا، ببینید که بخش اعظمی از مردم آمریکا با کمک‌های غذایی امرار معاش میکنن. و اینکه آیا واقعا به این کمک‌ها نیاز دارن یا نه و چون رایگان میگیرن داستان دیگری داره، ولی میگم این آمار برای خود من عجیب بود که بخش عظیمی از این جامعه این فود اسنپ رو میگیرن. حدود 12 میلیون نفر، البته 16 میلیون نفر از این 42 میلیون نفر کودکان هستند که این دیگه کاملا طبیعیه که بگیرن، به عنوان غذا بهشون داده میشه. این کوپن ها از اول نوامبر دیگه وجود نداره به دلیل اینکه دولت آمریکا تعطیله و یه بودجه فدراله که به ایالت ها پرداخت میشه تا از اون استفاده بشه. چون دولت تعطیله و بودجه نداره این حالا موقتاً تعطیل شده، یعنی ایالت‌ها هم اعلام کردن که با مشکل نقدینگی و داشتن مواد غذایی مواجه شدن و برای همین با مشکلات زیادی روبرو شده در ایالت‌های مختلف. البته هر ایالتی سعی داره که با منابع داخلیش یه جوری این مبالغ رو پوشش بده تا زمانی که دوباره دولت فعال شه و پول‌های فدرال برای این قضیه اختصاص داده بشه. Because most of the people that are on food stamps aren't even from this country. 45% of Afghanistan immigrants are on food stamps. 42% of Somali immigrants, 34% of every immigrant from Iraq, 23% of Haitians, 59% of all illegal aliens are collecting food stamps, meaning that most of the people getting food stamps from the U.S. government and the U.S. taxpayer are not even Americans.
خب صحبت‌های مجری رو شنیدیم که آمار میده که این فود اسنپ توسط افغانستانی هایی که در آمریکا هستن چه قانونی چه غیر قانونی دریافت میشه. بعد سومالی 42% تقریبا، بعد عراق 38% و بعد هایتی 23%. و صحبت اینه که 59% هم مهاجران غیر قانونی این فود اسنپ ها رو دریافت میکنند. یه خبر رسمی رو از سایت دولتی براتون میذارم که اینجا با جزئیات میتونید ببینید که در اون اعلام کرده که دولت ترامپ سال بعد 2026 فقط 7500 پناهنده رو قبول میکنه. اینا پناهندهایی هستن که در کشورهای ثالث دوران پناهجوییشون طی شده، پناهندگیشون قبول شده و مقصدشون آمریکاست. این آمار رسیده به سال بعد 7500 نفر خواهد بود، با این توضیح که این 7500 نفر هم به کشور آفریقای جنوبی تعلق میگیره که سفید پوستانش تحت ظلم و ستم هستند. آقای ترامپ اعلام کرده که اینا نیاز دارن که حمایت شن، بنابراین به آمریکا برای اومدن به آمریکا به اینا به عنوان پناهنده امکانات داده خواهد شد. عملاً سال بعد هیچ پناهنده ای رو نمیشه انتظار داشت که از کشورهای دیگر وارد آمریکا بشه با این دستور و با این ابلاغیه که فقط 7500 نفر، اون هم برای سفیدپوستان آفریقای جنوبی. شاید خبر ناراحت کننده ای باشه برای کسانی که در تایلند، مالزی، ترکیه سالهاست در انتظارن، پرونده پناهندگیشون تکمیل شده، مقصدشون آمریکاست. سی 33 سال از آخرین آزمایش هسته‌ای آمریکا میگذره. آزمایشات هسته‌ای توسط کشورهای مختلف متوقف شده بود در سالهای اخیر، البته بگذاریم از کره شمالی و غیره، و آخرین آزمایش‌های هسته‌ای فکر کنم مال پاکستان و هند و کره شمالیه. قدرت‌های بزرگ دیگه انقدر زرادخانه هسته‌ایشون پره که برای چند بار نابود کردن کره زمین کافیه. برای همین متوقف کرده بودن آزمایشات هسته‌ای رو. اما ترامپ قبل از دیدار با رئیس جمهور چین، قبل از اینکه اصلا بره قدم بزنه و وارد اتاق مذاکره بشه، یه دستوری رو صادر کرد که بلافاصله و فوراً وزارت جنگ آزمایشات هسته‌ای آمریکا رو دوباره از سر بگیره. این در عکس العمل به آزمایش موشک بالستیک روسیه بود که ادعا میشه چند روز میتونه در آسمان در حال پرواز باشه تا به مقصدش دستور بدن که حمله کنه. یعنی در آسمان سرگردانه تا زمانی که بهش دستور حمله داده بشه و میتونه کلاک هسته‌ای حمل کنه. این دوباره آیا ما شاهد مسابقات هسته‌ای خواهیم بود که هم منابع کشورها رو میبله و هم امنیت کل کشورهای جهان رو زیر خطر میبره؟ میدونیم که تمام سلاح هسته‌ای که تا الان تولید شده توسط تک تک این کشورها برای چند بار نابود کردن کره زمین کافیه. ادامه تولیدش با چه سیاستی باید دید؟ در مورد سیاست‌های ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی هم همیشه حرف و حدیث زیاد بوده. همیشه آقای ترامپ در مصاحبه‌های مختلف اعلام کرده که به هیچ عنوان قصد تغییر رژیم در ایران رو نداره. حالا میگم صحبت‌ها همیشه با اعمال هم میتونن متفاوت باشه، ولی صحبت‌های رسمی ایشونه. اخیراً جی ونس دوباره در برابر سوالی که در مورد تغییر رژیم در ایران از اون شد این جواب رو داد که عیناً براتون میذارم، با زیرنویس تماشا کنید. Now, the people who accuse the President of the United States of wanting to get us into a regime change war for Israel, I wonder if they stepped back and said, you know what, we were wrong about that. Because the President of the United States did not want to get us into a regime change war for any other country. He wanted to knock out a nuclear facility and get everybody back home, and that's exactly what he did. So I understand there's some frustrations out there, but I think the President of the United States, more than any president of my lifetime, is willing to stand up to anybody if he thinks it puts the interests of the American people. خب کاملا واضحه که رئیس جمهور آمریکا میگه که به منافع آمریکا فکر میکنه و این چیز طبیعیه. حالا منافع آمریکا اگر در تغییر رژیم باشه تغییر رژیمه، اگر نباشه نیست. این خیلی واضح و صریح. حالا میدونم منتقدان زیادی هم ممکنه به این گفتگو باشه، ولی چیزهای رسمی است که اعلام شده. در مورد جی ونس هم صحبت‌ها داره بیشتر میشه. در یک گفتگویی ترامپ هم اعلام کرد که جی ونس میتونه
کاندیدای ریاست جمهوری 2028 باشه. از نظر او صلاحیتش رو داره. تا اون زمان اتفاقات زیادی میفته. در مورد جیدی ونس الان سوالا بیشتر شده. یکی از خبرنگاران یه سوال جالبی رو ازش کرد. البته یک دانشجوی بین المللی این سوال رو ازش کرد که اون رو هم ببینیم با هم بخشش رو. My wife did not grow up Christian. I think it's fair to say that she grew up in a Hindu family, but not a particularly religious family in either direction. Now, most Sundays, Usha will come with me to church. As I've told her, and I've said publicly, and I'll say now in front of 10,000 of my closest friends, do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel, and I hope eventually my wife comes to see it the same way. But if she doesn't, then God says everybody has free will, and so that doesn't cause a problem for me. That's something you work out with your friends, with your family, with the person that you love. خب همسر جیدی ونس یک خانم هندی هستن. هندو هست مذهبشون و الان به عنوان بانوی دوم آمریکا هستن. سوال بیشتر از طرف کسانی است که میگن که شما مسیحی هستید، آمریکا کشور مسیحیه و همسر شما هندوه. چطور این اتفاق میفته که بانوی دوم آمریکا هندو باشه؟ ایشون توضیح میدن که خب مذهب خودشون رو دارم، منم مذهب خودم رو دارم و اینکه امیدوارم یه روزی بیاد به سمت این دین، ولی اگر هم نیومد خب این آزادی مذهب هست. آزادی مذاهب رو به عینه میشه دید وقتی که در صدر قدرت آمریکا کسی هست که در رده دوم معاونش همسرش مهاجره و همسرش هندوه. بریم سراغ راننده هایی که آمارشون خیلی زیاده، کسانی که مهاجران غیرقانونی که تراک سوار میشن و خب شغلی است که درآمدش زیاده، مهارت‌های چندانی رو هم ازش نمیخوان، تحصیلات چندانی نمیخواد، در حد همین زبان انگلیسی اولیه و آشنایی با قوانین راهنمایی رانندگی که متاسفانه تعداد تصادفاتی که توسط این افراد انجام میشه زیاده. 2 مورد هندی داشتیم و الان دیگه خیلی جاها ایالت‌ها دارن همکاری میکنن با پلیس، با آیس که این افراد در همون بعضی از جاها اینا رو متوقف کنند و ببینن که آیا واقعا اینها میتونن انگلیسی حرف بزنن، میتونن تابلوها رو بخونن یا نه. این آخرین آماره که 145 تا از این مهاجران غیرقانونی راننده تراک در ایندیانا دستگیر شدن. میگم این همکاری بوده که بین آیس و پلیس داره انجام میشه و اون ویدیویی که اول برنامه براتون گذاشتم بخشای بیشتریش رو براتون میذارم که ببینید عمق فاجعه گاهن تا چه حده. Hey, police, I need your driver's license, registration, and insurance for this truck. Is there anybody else in the truck? Is there anybody else in the truck? My company. Your company. Okay, you don't understand English. Is this word? Taste. Tense? No. No? No. What does that sign mean? What's that mean? 10 things. What does this sign mean? خب فکر کنم گویا بود واقعا. حتی حروف الفبای انگلیسی رو هم بلد نیست. اینکه چطوری تونستن گواهی نامه بگیرن میشه حدس زد. تراک های بزرگ با چنین راننده‌ای میتونه تبدیل به ابزار قتاله‌ای بشه که در ایالت‌های مختلف الان در حال تردد هستند. در ایالت‌ها که صحبت می‌کنیم، ایالت نیومکزیکو یک برنامه رو شروع کرد از همین شنبه و اون اینه که مهد کودک رایگان برای تمامی افراد در این ایالت اختصاص داده شد. برای اولین بار در آمریکا یه مهد کودک برای همه، فارغ از درآمدشون، میزان هزینه‌ای که دارن، برای همه افراد که بچه‌های خردسال دارند این مهد کودک‌های رایگان تخصیص داده شده. حتی برای اونها مواد غذایی و حمایت‌های مالی و بقیه موارد که برای رفاه کودکان لازمه اختصاص داده شده. اختصاص تسهیلات برای خردسالان، نوزادان و آموزش رایگان، مهد کودک رایگان، غذای رایگان، چیزهایی است که خیلی از دموکرات‌ها تبلیغ می‌کنند.
اگر بریم سراغ ممدانی که فکر کنم دیگه میشه حدس زد که قرار شهرداری نیویورک بشه، ایشون توضیحاتش را در این مورد داده که اونم خیلی طرفدار این قضیه است. یه بخش کوچکی رو از ممدانی صحبتاش رو براتون میذارم. یه برنامه بیشتر دارم در موردش تولید میکنم که اصلا کیه، چیه، کجاست، چی شد به این منطقه رسید و در یک سال تونست این اقبال رو به دست بیاره. منتظر انتخاباتم که همین سه‌شنبه یا دوشنبه فکر کنم قراره که در نیویورک انجام بشه. بعد از نتایج که به احتمال قویشون انتخاب خواهد شد میخوام اون برنامه رو براتون توضیح میدم، اما یه بخش کوچک رو براتون میذارم که آشنایی مختصری از نحوه بیان، ظاهر، تیپ و اندیشه‌اش داشته باشید. Are we ready to end New York State's subsidy of settler crime? Yeah! Are we ready to say not on our dime? When I grew up in this city, I grew up hearing a term of progressive accept Palestine. I grew up hearing that it was normal to hold an inconsistency only when it applied to Palestinians. خب این صحبتاش دیگه میگم بذارم برای این برنامه دیگه که به شدت حامی فلسطین و حتی گفته که اگر بنیامین نتانیاهو گذارش به نیویورک بیفته و ایشون شهردار نیویورک باشن، بنیامین نتانیاهو رو بازداشت میکنه. باید ببینیم واقعا ایشون میتونه بیاد بالا و بشه شهردار نیویورک. آیا تجربه لندن و یک شهردار مسلمان مهاجر در اینجا هم تکرار میشه یا نه؟ در بخش اقتصادی آمار بیکاری آمریکا همچنان در حال افزایشه که نمونهش همین آمازونه که اعلام کرد که 30,000 کارکن خودش رو اخراج میکنه. اینو در راستای سیاست‌های تعدیل این کمپانی‌ها سودهای سرشاری دارن در میارن. آمازون اخیراً درآمدش رو هم اعلام کرد، درآمد فصلیش رو، و درآمدش بسیار بالاتر از حد انتظار بود. با این حال دیگه نیازی به کارکنان ندارن. من تصاویر دیدم از انبارهای، بعضی از انبارهای آمازون که دیگه کاملا در اختیار ربات‌هاست و هیچ بنی بشری اونجا نیست. همه کارا رو اونا دارن جابجایی، بسته‌بندی و همه رو انجام میدن و در واقع نیروی کار کم کم دیگه کمتر لازم دارن و سعی دارن صرفه‌جویی کنن. این وضعیتی است که ممکنه پیش بیاد. ایلان ماسک در یک گفتگویی گفت که فکر کنم 10 یا 15 سال بعد دیگه انسان‌ها نیاز به کار کردن ندارن، یعنی کاری براشون نیست که انجام بدن و همه کارها رو ربات‌ها انجام خواهد داد. بریم سراغ باشگاه تریلیون دلاری ها. بزرگترین کمپانی دنیا الان انویدیا با 4.43 تریلیون دلار، رتبه دوم مایکروسافت، بعد اپل، آلفابت یا همون گوگل، بعد آمازون، بعد متا یا همون فیسبوک، بعد آرامکو. جالبه یک کمپانی عربستانی جزء این باشگاه تریلیون دلاریه. برادکام، تسلا، TSMC و برکشایر هاثاوی، اینا کمپانیایی هستن که به تریلیون دلار، باشگاه تریلیون دلاری ها پیوستن. استاک مارکت و بورس آمریکا میشه گفت که در واقع یکی از جذاب‌ترین بورس های دنیاست. این نمونه بهتون بگم، نانسی پلوسی اینجا 91 سال اگر از کنگره حقوق میگرفت، 91 سال کل حقوقش رو جمع میکردید، از فقط خرید استاک انویدیا معادل اون پول در آورد در طی همین امسال. اینه که واقعا بازار پرسودی، خیلی هم پول رو از دست میدن. این یه واقعیت. ممکنه مثلا اشتباه کسی سرمایه‌گذاری کنه روی یه بانکی بود که ورشکستگی کرد و هر کس در اون سهام داشت صفر شد. یعنی این اتفاقات هم هست. اینه که با دانش و آگاهی وارد این بازار شدن خوبه. نزدیک بیش از نصفی از مردم آمریکا با استاک مارکت رابطه دارن، یا مستقیما خرید و فروش میکنن یا حالا حساب بازنشستگی 401k دارن که به نوعی به بورس آمریکا وصله و به نوعی تاثیرپذیره و برای همه مردم آمریکا وضعیت بورس آمریکا مهمه. در برنامه قبل من یه اپی رو معرفی کردم که میتونید با ثبت نام در اون ترید کنید. امکانات خوبی داشت، سود برای پولی که در حساب دارید سود خوبی میده. یه استاک ولکامی هم بهتون میده، در انویدیا بهتون میده. شرطش رو کاملا در برنامه قبلی توضیح دادم. خیلی از دوستان ابراز علاقه کردن که پیشنهاد دادم یه کلاسی بذاریم یاد بدیم که چطوری میشه ترید کرد، چون فهمیدم که خیلی اصلا کار با این اپ رو هم بلد نیستند و حیفه که در آمریکا باشی و از این امکانات استفاده نکنی. این کلاس ها قرار تشکیل بشه، رایگانه. من کلاس رو تشکیل میدم. تنها کسانی که این اکانت رو دارند و حداقل $100 توش داشته باشن که
هم بتونن اون استاک رایگان انویدیا رو بگیرن، هم حسابشون فعال باشه، میتونن در این کلاس شرکت کنن. ثبت نامشون از طریق این لینک ها برای من هم مفیده، من هم منتفع میشم ازش. بریم سراغ یک اپ کردیت کارت و کارتی که میتونید شما به صورت مجازی یه شماره هایی رو تولید کنید، شماره کارت رو تولید کنید کاملا درست قانونی که از طریق اون برید و خرید کنید. من خودم شخصا از این استفاده میکنم. دلیلش هم واضحه. نمیخوام شماره کردیت کارت هم رو در هر سایتی، وبسایتی که خب نمیدونی واقعا اطلاعاتت رو بذاری در اونجا، ممکن ازش سوء استفاده بشه. سایت های رسمی مثل آمازون و غیره که یه ذریب اطمینانی داره، ولی در کل من آنلاین هیچ وقت کارت اصلیم شماره‌اش رو نمیدم. از خدمات کردیت کارت کپیتال وان استفاده میکنم. شما اگر این کردیت کارت رو داشته باشید این امکانات رو براتون فراهم میکنه. میتونید برید اینجا و اینو from capital one رو سرچ کنید. این شاخص هست اینجا میتونید ببینید، اون رو انتخاب کنید، کلیک کنید روش، اینجا وارد میشه و شما میتونید اکستنشن رو اینجا اکستنشن زده نت که برای من الان نوشته from remove from یعنی آنینستال کنید، چون من دیگه این اینستال کردم و روی کرومم هست اینجا نمیتونم دوباره اینستال کنم. شما اگه کافی روی همین که خب نوشتهش متفاوته برای شما، برای اینستال کنید. وقتی اینستال شد دیگه این روی کرومتون میمونه. حالا کارش چیه؟ شما اصلا هم لازم نیست برید خودتون تولید کنید. هر سایتی که هستید در حال خرید هستید به این صورت عمل میکنه. میرید روی خریدتون، خود این یه افزونه داره این بغل گوشه که میتونید ببینید. پسوردیناتون رو که وارد کنید وارد خود کپیتال وان میشید. به این ترتیب این براتون باز میشه. میبینید که یه کریت داره، سلکت داره، یه منیج که شما میتونید اینجا کریت رو اگر بزنید براتون کارت اعتباری مجازی تولید میکنه که میتونه یک بار مصرف باشه، میتونه چند بار مصرف باشه. میتونید استفاده کنید بلافاصله لاکش کنید، قفلش کنید. میتونید تاریخ بذارید که مثلا 2 روز دیگه خودش قفل بشه. همه تنظیماتش اینجا هست. میگم مثلا این کارت رو برای من تولید کرد. خودش هم خودکار معمولا اگر اون سایتی که دارید خرید میکنید تو حال پی کردن باشید، توی چک آوت باشید، خودش اونجا میره و اعداد رو هم براتون توی اون جایی که لازمه مینویسه. و به این ترتیب میگم برای جلوگیری از اینکه پولی رو از دست بدید، کردیت کارتتون الکی شارژ شه، میتونید از این استفاده کنید. یه سری سایت ها هستن که اجبارت میکنه، میگه رایگانه ولی اطلاعات کردیت کارتتو وارد کن تا بتونی ببینید. میتونید از این استفاده کنید، بلافاصله هم کارتتون رو قفل کنید. میتونید اختصاص بدید که این کارت فقط مثلا در پرداخت نمیدونم تلفن بیلتون کار کنه، جای دیگه کار نکنه. امیدوارم مجموع این اطلاعات به دردتون خورده باشه. ممنون از اظهار لطفاتون در کامنت ها و همچنین انتقاداتون که کمک کنه برنامه بهتر بشه و ممنون که این کانال رو به دیگران هم معرفی میکنید. سپاس.